دانشگاه علوم پزشکی تهران با کسب 2 جایزه از دومین جشنواره جایزه ملی ثریا باز هم افتخار آفرینی کرد. اختراع دستگاه تخصصی دندانپزشکی MHN ساخته دکتر محمد حسین نکوفر عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران در چین به تولید انبوه رسید و به 200 کشور صادر شده است. شرکت تلکامسل اندونزی به واسطه پروژه مشترک با شرکت نوآوران رباتیک و پزشکی سینای دانشگاه علوم پزشکی تهران و انجام اولین عمل نمایشی جراحی رباتیک از راه دور در فاصله 500 کیلومتری در مجمع الجزایر اندونزی جایزه GTI Award 2024 را در بخش خدمات تلفن همراه و برنامه کاربردی نوآورانه از آن خود کرد. سفیر جمهوری تاجیکستان در ایران با حضور در دانشگاه علوم پزشکی تهران در زمینه توسعه همکاری‌های بین‌المللی با دکتر قناعتی رئیس دانشگاه دیدار و گفتگو کرد. جشن دانش آموختگی دانشجویان بین‌المللی پردیس بین‌الملل دانشگاه علوم پزشکی تهران با حضور رئیس دانشگاه برگزار شد. به کارگیری هوش مصنوعی در ماموگرافی غربالگری سرطان پستان در کنگره رادیولوژی اروپا مورد توجه قرار گرفت. این فناوری با همکاری مشترک محققان دانشگاه علوم پزشکی تهران و دانشگاه صنعتی شریف به بار نشسته است. اولین جراحی مغز به کمک تکنولوژی واقعیت افزوده در مجتمع بیمارستانی یازد و اولین جراحی نیمه رباتیک در بیمارستان مرکز طبی کودکان انجام شد. و همزمان با هفته منابع طبیعی و روز درختکاری بیش از 100 اصل نهال در محوطه پارک علم و فناوری شهید سلیمانی دانشگاه علوم پزشکی تهران کاشته شد.